به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های عزیز، حال و احوالتان خوب هستید انشاءالله؟ الحمدلله. امیدوارم حالتان خوب باشد و همیشه سرحال و شاداب باشید انشاءالله. بچه های دوست داشتنی، اینجا رادیو مهر صدای کودک، من شهنازه هستم. برایتان یک داستانی آموزنده و جالبی دیگری آوردم. اگر برایتان جالب باشد پس بیایید با هم دیگر به این داستان گوش میدهیم. کی از همه زیباتر است؟ بود نبود فصلی بهار بود و جنگل قصه ما از همیشگی زیباتر و سرسبزتر بود. یک روز صبح خرگوشی کوچولو مثل همیشه از خوابش بیدار شد و بعد از شستن دست و صورتش و خوردن صبحانش به طرف جنگل رفت. او هر روز صبح برای قدم زدن و ورزش کردن به جنگل میرفت و بعد از آن به نزد رودخانه‌ای میرفت تا دوستش خاله قورباغه را ببیند و با هم حرف بزنند و صحبت کنند. آن روز هم خرگوش کوچولوی قصه ما بعد از گشت و گذار و ورزش به نزد رودخانه پیش خاله قورباغه رفت. آنها شروع کردند به حرف زدن درباره زیبایی‌های جنگل. از سرسبزی درختان حرف زدن، از قشنگی و زیبایی خوشرنگی گلها. خلاصه همین طور که داشتن صحبت میکردن یک دفعه خرگوش بلند شد و رفت روی یک تخت سنگ ایستاد. بعد دستهایش را از هم باز کرد و به خاله قورباغه گفت: خاله قورباغه، ببین من چه پوستی نرم و زیبایی دارم. فکر کنم من از همه حیوانای این جنگل زیباترم. قورباغه نگاهی به خرگوش کرد و گفت: اصلا همین طور نیست، تو اشتباه میکنی. زیباترین چیز در این جنگل خانه من است. ببین چقدر زیبا و خوش رنگ است. بعد رفت داخل خانه خودش. خرگوش هم که از حرف خاله قورباغه ناراحت شده بود از آنجا رفت. خرگوش همین طور از بین درختان جنگل میگذشت که یک دفعه سنجاب او را از بالای درخت دید که خیلی ناراحت و غمگین به سمت خانه‌اش می رود. سنجاب زود از درخت پایین آمد و به خرگوش گفت: سلام خرگوشی، چی شده است؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ خرگوش که تازه متوجه سنجاب شده بود آهسته سلام کرد و گفت: من امروز صبح پیش خاله قورباغه رفتگی بودم. به اون گفتم که من پوست خیلی زیبایی و نرمی دارم. از همه حیوانات جنگل من زیباترم. ولی اون ناراحت شد و گفت که خانه او از هر چیزی زیباتر و بهتر است. سنجاب خنده‌ای کرد و گفت: هم تو و هم قورباغه دوتاییتان اشتباه میکنید. دومی مرا ببین چقدر خوش رنگ و لطیف است. هیچ چیز این جنگل به اندازه دومی من قشنگ نیست.
در همان موقع خرس قهوه‌ای که برای گرفتن ماهی کنار رودخانه آمده بود چشمش به قورباغه افتید که روی یک نیلوفری آبی نشسته بود. قورباغه که از حرف خرگوش ناراحت بود تا خرس را دید و به او گفت آقای خرس، مگر خونه من از همه چیز در این جنگل قشنگتر و بهتر نیست؟ خرس قهوه‌ای با تعجب گفت چطور؟ بعد قورباغه با ناراحتی تمام ماجرای آن روز صبح را برای آقای خرس تعریف کرد. خرس قهوه‌ای وقت ماجرای او را شنید بلند بلند قاه خندید و گفت هر دوتایتان اشتباه میکنید. رنگ پوست من از هر چیزی در این جنگل زیباتر است. ببین زیر نور آفتاب برق میزند. من با این پوستم از همه حیوانا قشنگترم. و بعد با خوشحالی زیاد مشغول ماهیگیری شد. همان موقع بود که تایچه‌ای یعنی اسبی میدهک آرام آرام کنار رودخانه آمد تا آب بخورد. تا خرس قهوه‌ای را دید با او سلام کرد و گفت چی شد از آقای خرس؟ امروز خیلی خوشحالی. خرس قهوه‌ای گفت چرا خوشحال نباشم؟ تازه امروز فهمیدم که چقدر رنگ پوستم قشنگ و زیباست. من زیباترین حیوانی این جنگلم. و بعد مشغول ماهیگیری شد. اسب کوچولو که تازه فهمیده بود موضوع چی است به آب یک نگاهی به خودش انداخت و بعد سرش را بالا گرفت و گفت نه، اصلا هم این طور نیست. شاید رنگ پوست تو زیبا باشد، ولی یالی من از پوست تو خیلی زیباتر و قشنگتر است. نگاه کن. بعد به آرامی سرش را تکان داد تا یالی خودش را به خرس قهوه‌ای نشان دهد. بلبل و قناری که روی شاخه درخت نشسته بودند و حرفهای اسب کوچولو و خرس قهوه‌ای را گوش می‌کردند، شروع کردند با دقت به خودشان نگاه کردند. بعد بلبل گفت قناری، تو تا حالا به این فکر کرده ای؟ من چه صدای قشنگی دارم؟ هیچ حیوانی در این جنگل مثل من زیبا نمیخواند. قناری از این حرفی بلبل عصبانی شده بود. رو کرد به بلبل و گفت کی گفت صدای تو از همه قشنگتر است؟ اصلا همین طور نیست. صدای من از همه چیز در این جنگل زیباتر و قشنگتر است. بعد با ناراحتی پر زد و رفت. بله بچه های عزیز، کم کم بحث و دعوا بین حیوان های جنگل زیادتر شده بود. بالا گرفته بود. هر کس فکر میکرد خودش یا هر چیزی که دارد زیباتر و قشنگتر و بهتر است. بهتر از هر چیزی در این جنگل است. آهو با ظرافه‌ای می گفت من از تو قشنگترم. روباه با پلنگ می گفت من از تو سریعتر می دوم و بهترم. خلاصه همه حیوانات با هم سری بهتر بودن بحث داشتند. شیر که سلطان جنگل بود وقتی دید که دعوای بین حیوانات هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود و تمام شدنی ندارد، آنها را وسط جنگل جمع کرد و به حیوانات گفت دوستان، بهتر است برای اینکه بفهمیم که از همه زیباتر است باید برویم پیش یک داور تا او بین همه ما
داوری کند و بگوید که کدام یکی از ماها از همه قشنگتر و بهتر است. هرچی که او گفت همه ما قبول میکنیم. همه حیوانها پیشنهاد شیر را قبول کردند. اما اسب کوچک گفت حالا یک داور خوب از کجا پیدا میکنیم؟ آهو گفت به نظر من عمک جغد دانا میتواند بهترین داور باشد. همه حیوانها حرف آهو را تایید کردند و قرار گذاشتند که همه با هم پیش عمک جغد دانا بروند. اما عمک جغد مثل همه جغدای دیگر روزها میخوابید و شبها بیدار بود. برای همین حیوانها تصمیم گرفتند که صبر کنند تا شب شود. بعد همگی با هم پیش عمک جغد دانا بروند. شب که شد همه حیوانها با هم به سمت خانه عمک جغد دانا براه افتادند. عمک جغد روی شاخه درختی نشسته بود و مهتاب را تماشا می‌کرد. جغد دانا وقتی حیوانا را دید که آن موقع شب بلانه او آمدند تعجب کرد و از شاخه درخت پایین آمد. بعد کنار درخت نشست و گفت چه اتفاقی افتاده است که این موقع شب همه با هم اینجا آمده اید؟ خرس قهوه‌ای نزدیکتر آمد و تمام ماجرا را برای جغد دانا تعریف کرد. بعد گفت ما پیش شما آمده ایم تا به ما بگویید که کدام یکی ما از بقیه زیباتر است. جغد دانا کمی فکر کرد و بعد گفت همه شما به شکل زیبا هستید و هر کدام شما زیبایی مخصوص به خودش را دارد و همه آفریده های خدا زیبا هستند. ولی من زیبایی را سراغ دارم که شما از اون بخبرید. حیوان ها با تعجب با همدیگر نگاه کردند. آنها فکر میکردند که عمک جغد میخواهد خودش را تعریف کند و بگوید که او از همه قشنگتر است. اما او گفت زیبایی که من سراغ دارم پشت رودخانه است. شما اینقدر به فکر خودتان بودید و با هم بحث و دعوا داشتید که از او غافل شدید. زیبایی که می توانید خودتان به وجود بیارید و درستش کنید. صبح روزی بعد همه حیوانها با هم به آن طرف رودخانه رفتند تا آن زیبایی که عمک جغد دانا از او حرف میزد ببینند. اما پشت رودخانه فقط گل و درخت و سبزه بود. حیوانها که چیزی پیدا نکرده بودند میخواستند برگردند که ناگهان صدای ناله ضعیفی را شنیدند. همه با تعجب به همدیگر نگاه کردند. خرگوش گفت این صدای ناله است. این از کجا می آید؟ شیر کمی به اطراف نگاه کرد و بعد با دست به یک گودال اشاره کرد و گفت فکر میکنم از داخل آن گودال باشد. بیایید برویم آنجا. همه با هم با عجله به سمت گودال رفتند. در همین موقع بود که میمون کوچولوی رسید و با دیدن حیوانا به گریه افتاد. زرافه نزدیک رفت و گفت چی شده است میمونی مهیدهک؟ تو بودی که گریه میکردی؟ میمونی کوچک با دست اشکایش را پاک کرد و گفت نه، این صدای مادرم است که داخل گودال افتاده است. آخه چند روز پیش با مادرم اومدیم اینجا تا گردش را بازی کنه.
دفعه مادرم داخل این گودال افتاد، پایش شکست. من هم هر کاری کردم نتوانستم او را از اینجا بیرون بیارم. خرگوش که خیلی ناراحت شده بود سرش را پایین انداخت و گفت میمونی کوچولو، ما را ببخش. ما آنقدر به فکر خودمان بودیم که یادمان رفت که تو و مادرت چند روز نیستید در جنگل. و بعد همه با هم مادری میمون را از گودال بیرون آوردند. مادری میمونک که پایش شکسته بود نمیتوانید اصلاً راه رود. برای همین آقای خرس او را بغل کرد و به خانه برد. بعد حیوانها با هم قرار گذاشتند که هر روز یک نفر از مادری میمونی کوچک پرستاری و مراقبت کند تا حالش خوب شود. بله بچه ها، از آن روز بعد حیوان ها قدری همدیگر را بیشتر دانستند، چون فهمیده بودند که زیبایی واقعی مهربانی و دوستی است. بچه های عزیز، با همین داستان شما را به خداوند یکتا می سپارم. امیدوارم از این داستان خوشتان آمده باشد. تا داستانی بعدی و قصه و افسانه های بعدی، خدایا رو نگهدارتان. خدا حافظ. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org